گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار یکم. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. مقدمه. مقدمه نشر تاجیکی تاجیکان در دو کتاب را اکادمیک باباجان غفورov در اولی سال 1977 نوشته بود. در آغاز مقدمه مؤلف دایر به مقام خلق تاجیک در عائله خلق‌های شوروی، دوستی و همکاری‌های برادرانه آنها، رابطه‌های تاریخی تاجیکان و دیگر خلق‌های منطقه آسیای میانه معلومات داده تأکید می‌نماید که این روابط در مسیر تاریخ تشکل یافته و ساکنان منطقه از ثروت مدنی همدیگر بهره‌مند گردیده بعض خصوصیت‌های عمومی فرهنگی پیدا کردند. برای همین آموزش و تحقیق تاریخ تاجیکان سهمی به خودخواست آنها با گنجینه تمدن بشری تنها در رابطه با تاریخ دیگر خلق‌های منطقه عملی می‌گردد. تنها چنین طرز آموزش ریشه های عمیق تاریخی همکاری برادرانه خلق‌های آسیای میانه را معین کرده می‌تواند. بنابراین تاریخ تاجیکان مثل همه خلق‌های آسیای میانه با تاریخ بسیار خلق‌های شرق خارجی قبل از همه هندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، کشورهای عرب و یک قطار مملکت‌های دیگر نیز علاقمند است. اما تأکید می نماید اکادمیک باباجان غفورov در اثرهای بعض عالمان خارجی گذشته خلق‌های شرق از جمله تاجیکان همچون سلسله بی انتهای جنگ و جدالها و تبدلاتی درباره تصویر یافته بیشتر نقل و روایت‌ها درباره پادشاهان، حاکمان و سپهسالاران و یا همچون عرصه زد و خورد و نزاع‌های ارق و نژادهای مختلف به قلم داده می شوند. ارق منسوبیت خویش و تباری، قوم و خویشی. موقع چنین عالمان را باباجان غفورov نسبت به تاریخ شرق از جمله تاریخ تاجیکان به اساس و دور از دلیل‌های علمی حسابیده کوششی از نقطه نظر ارقیت توضیح دادن تاریخ منطقه را ضررناک و از جهت علمی تماماً به اساس می حسابد. پس از این مؤلف ضروریت شرح و بیان حقیقتاً علمی حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی خلق‌های گوناگون از جمله تاجیکان را پیش می‌گذارد. البته باباجان غفورov آموزش و تحقیق تاریخ خلق تاجیک را تنها از موقع تعلیمات مارکسیستی لنینی و نظریه مبارزه صنفی که آن وقت ایدئولوژی حکمران محسوب می‌یافت در نظر دارد. اکادمیک باباجان غفورov راجع به آموزش و تحقیق تاریخ آسیای میانه اندیشه رانده
تأکید می نماید که بعضی مسئله های جداگانه تاریخی مدنی و سیاسی خلقهای آسیای میانه هنوز سالهای 20 عصر 20 مورد بررسی قرار گرفته بودند. در این مرحله او از اثر و آچرک‌های و برتالد، اثرهای تاریخی و ادبیات شناسی استاد صدرالدین عینی، تحقیقات سیمیونوف و اندریف یادآور می شود. به اندیشه او یکی از دستاورد دانشمندان تاریخ در سالهای 30 این از نو تجدیدی نظر نمودن موادهای علمی پیشتره و پیدا نمودن مأخذهای نو پیش از همه به راه ماندن نخستین اکسپیدیسیاهای ارخئولوژی در حدود تاجیکستان بودند. و مهمترین دستاورد سالهای پس از جنگی اکادمیک باباجان غفوروف بازیافت‌های خیلی زیادی مأخذهای مختلف و پرانواع تاریخی به مثل بایگانی‌های قدیمه، سندهای عصری میانگی، موادی سیکه شناسی و باستان شناسی و زبان شناسی، پلیانتروپولوژی که به عمیق‌تر گردانیدن تحقیق و پورتر آموختن قانونیت روند تاریخی امکانیت دادند وارد می نماید. سال 1947 اکادمیک باباجان غفوروف اثری جنبست کننده تاریخ مختصر خلق تاجیک را تألیف نموده خود همان سال به زبان تاجیکی و سپس 3 مراتبه آخرین بار سال 1955 با زبان روسی چاپ کرد و هر دفعه با تصحیح و علاوه ها از نو تحریر می یافت. این اثر در اساس تحلیل عمیق علمی تاریخ خلق تاجیک را از دوره‌های قدیمترین تا سال 1917 به طور مختصر بیان می نماید. همزمان مؤلف در تألیف و تحریر اثری 3 جلده تاریخ خلق تاجیک که سال 1963-1965 در مسکو از طرف اکادمی علم‌های تاجیکستان نشر گردید به واسطه شرکت می نماید. ولی با این قناعت نکرده باباجان غفوروف سالهای بعد نیز کار خود را در تحقیق تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک ادامه داده مواد فراوانی به دست آمده را در شکل یک کتاب علاهیده بنیادی تنظیم و تحلیل و جمع‌بست می نماید. این اثر که با عنوان تاجیکان تاریخ قدیم و عصر میانه به خواننده پیشنهاد می شود از 2 کتاب عبارت بوده دوره طولانی یعنی از زمان پیدایش جمعیت انسانی در سرزمین آسیای میانه تا غلبه انقلاب اکتبر را در بر می گیرد. کتاب یکم از 4 فصل عبارت است. فصل یکم به توصیف ساخت جماعت ابتدایی در آسیای میانه بخشیده شده است. در فصل دوم حیات قوم و قبیله های مختلف اجداد تاجیکان در دوره انکشاف مناسبت های غلامداری و در فصل سوم تقدیر تاریخی آسیای میانه در دوره ظهور مناسبت های فیودالی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم وضعیت آسیای میانه را در دوره ترقیات و برقرارشوی ساخت فیودالی بیان می کند. کتاب دوم فصل‌های 5 و 6 را در بر می‌گیرند. فصل 5 تاریخ خلق تاجیک را از ابتدای عصر 16 تا میانه عصر 19 و فصل 6 از اصطلاح و همراه شوی آسیای میانه بررسی و رشد مناسبت‌های کپیتالیستی را تا غلبه انقلاب اکتبر توصیف می‌نماید. معلومات مختصری منبع‌های تاریخی، رویخط ادبیات و مأخذهای اقتباس شده، فهرست نام‌های تمام اثر در آخر کتاب دوم آورده می‌شوند. باباجان غفوروف تأکید می‌نمایند که مؤلف بیشک به تحقیق مفصل و همه جانبه تمام مسئله‌های تاریخی خلق تاجیک نکوشیده است. اصل مقصد او واقعه و حادثه‌های اساسی تاریخی را با تحقیق مسئله‌های خیلی مهم، مرکب و بعضاً مباحثوی پیوستن است. مؤلف تاجیکان بر آن اندیشه است که تا زمان تألیف این کتاب بسیار پهلوهای تاریخی دوره‌های قدیمترین
قدیم و اول عصر میانه تاجیکان به طوری باید و شاید آموخته نشده است و یا حل نهایی علمی خود را پیدا نکرده است، اما دایر به آنها مواد نو خیلی فراوان می باشد. بنابراین مؤلف برابر شرح حادثه و دلیل‌ها فرضیه‌های همکسبان شوروی و خارجی را از نظر گذرانیده، مشاهده و نقطه نظر خود را به طور مشخص بیان نموده است. در این صورت نقل نسبتاً تفصیل یافته، استناد به سرچشمه ها و اشاره به تحقیقات و مأخذها زیادتر گردیدند. مؤلف از آن مسئله هایی که در آثار علمی به درجه کافی توضیح یافتند به قدر امکان از تکرار مؤلفان دیگر خودداری نموده است. اکادمیک باباجان غفوروف در کتاب تاجیکان بیشتر به مسئله های درجه ترقیات مدنیت و اقتصادیات آسیای میانه در عصر برنجی و رابطه با قبیله های هندوستان، ایران و کشورهای دیگر، مسئله آریایی و اساس نژادی و زبانی طایفه و خلقهای قدیم آسیای میانه، هندوستان شمالی، افغانستان، ایران و دشت‌های بین اروپا و آسیا، پیدایش و انکشاف جمعیت صنفی، ظهور و تحول آیین زردشتی، سینتزی مدنیت آسیای میانه و ایران، هندوستان و یونان قدیم، پیدایش خرونولوژیا و مدنیت زمان کوشانیان دقت داده است. به توصیف ساخت اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه قدیمه باب مخصوص بخشیده شده. در برابر تحقیق تاریخ این مسئله مرکبترین تمامی مواد موجوده که قسمی از آنها نخستین بار استفاده شدند بر رشته تحلیل کشیده شدند. تاریخ و فرهنگ ابتدایی عصر میانگی تخارستان و سوق خیلی به تفصیل تحقیق شده. مؤلف آسیای میانه را در دوره‌های کوشانیان، اول عصر میانه و بعدتر هم یکی از مهمترین مرکزهای فرهنگی شرق می‌نامد. در باب‌هایی که به پایدارشوی و انکشاف مناسبت‌های فیادری بخشیده شدند، دقت اساسی به کامیابی‌های نوی 12 ساله اخیر در این ساحه روانه شده. مؤلف به آشکار نمودن خصوصیت‌های خاصی هر یک دوره و تحقیق جریان انکشاف سازمان‌های جداگانه اجتماعی و سیاسی دقت مخصوص می‌دهد. در این سمت او از معلومات ساحه‌های گوناگون علم و سرچشمه‌ها به طور وسیع استفاده برده است که آنها قبل از این نهایت کم یا تماماً مورد استفاده قرار نگرفته بودند. جریان پیدایش قوم و نژادها نیز در مرکز تحقیق مؤلف قرار گرفته است. باباجان غفوروف برای نشان دادن راه تشکل خلق تاجیک به جمع و تحلیل همه مدرک‌های به علم آن روزه معلومی، منبع‌های خطی، زبانشناسی، پلیانتروپولوژی و آنتروپولوژی، اتنوگرافی و ادبیات شناسی سعی و کوشش نموده است. در باب‌های علاهیده اثر شرح و تفسیر عاقبت به دولت هخامنشی، ایمپریای یونان و مقدونی و خلافت عرب همراه کرده شدن آسیای میانه به طرز مفصل توصیف یافته است. اکادمیک باباجان غفوروف تأکید می نماید که در این بابت دو نوع شرح و تفسیر معلوم است. یکی ستایش اصطلاحگران و پس زدن سویه مدنیت خلقهای آسیای میانه که خاص علم بورژوازی است، یعنی عالمان خارجی. دیگر تحقیق و توضیحی در علم شوروی مقرر شده که در آن از روی انصاف دقت اساسی به مبارزه آزادیخواهانه خلقهای آسیای میانه بر ضد اصطلاحگران و نشان دادن مخصوصیت و سویه بلند فرهنگی محلی این سرزمین نگرانیده می شود. مبارزه متفقانه خلقها در مقابل تاخت و تازهای خراب آور و غارتگرانه اردوهای اسکندر مقدونی، چنگیزخان، تیمورلنگ و دیگر اصطلاحگران مانعه سخت گردیده بود. از طرف دیگر علاقه های مسالمت آمیز تجارتی و اقتصادی
به انکشاف سینتزی مدنی مساعدت نمود و ارتباط نزدیک و غنی ساختن مدنیت یکدیگر باعث تولید ثروت‌های مشترک مدنی گردید. در عین زمان عنعنه‌های محلی، خصوصیت و جهت‌های به خود خاص مدنیت خلق‌ها، از آن جمله اهالی دوره‌های قدیم و عصر میانه تاجیکستان و عموماً خلق‌های آسیایی میانه که مدنیت عالی و به درجه بلندی ترقیات رسیده را به وجود آوردند محفوظ ماند. تألیف تاجیکان سال 1970 به انجام رسید و در آن اساساً همان منبع‌ها و تحقیقاتی که تا آخر سال 1969 و اول سال 1970 دسترس مؤلف بودند استفاده شدند و آنچه که بعدتر تا اول سال 1977 به دست آمده است در نشر تاجیکی آن استفاده گردیدند. خریطه های تاریخی از کتاب 3 جلده تاریخ خلق تاجیک، تصویرها از ارمیتاژ دولتی انستیتوت صنعت شناسی جماهیر شوروی سوسیالیستی ازبکستان، انستیتوت تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمد دانشی، اکادمی علمهای جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، موزه بریتانیا، تشکیلات باستان شناسی فرانسه در افغانستان و دیگر مؤسسه های علمی و دانشمندان علاهیده به اختیار مؤلف گذاشتند. نشر روسی کتاب را عالمان شوروی و خارجی به نیکی استقبال نمودند که تقریض‌های زیاد دلیل این است. ولی بعد نشر روسی کتاب سال 1972 الکی 5 سال گذشت که در این سالها مأخذهای مختلفی نوی تاریخی پیدا شدند. باستان شناسان به کشفیات‌های نو و نادر نائل گردیدند. آید به دوره‌های گوناگون تاریخ خلق تاجیک اثرهای زیادی علمی تحقیقاتی نشر شدند. اکادمیک باباجان غفوروف سال 1977 را در نظر دارد. مؤلف نیز تحقیق همه طرفه مسئله‌هایی را که در کتاب درج شده‌اند ادامه داده، حدود خرونولوژی آن را از نیمه اول عصر 18 تا غلبه انقلاب اکتبر وسیع نمود. در نتیجه بعضی نکته‌های اثر وابسته به دستاوردهای نوی علمی تغییر داده شده، بعضی جایهای آن مکمل و بعضی فصلهای آن مفصل‌تر کرده شدند، ولی اساس بندوبست اثر تغییر نیافت و به سبب افزودن حجم کتاب به 2 قسم جدا کرده شد. مؤلف به همه آنهایی که با مصلحت، علاوه و قید و ایرادهای مفید خود به چاپ تاجیکی کتاب یاردم رسانیدند، پیش از همه به عالمان شناخته برتلز، براگینسکی، گرانتوفسکی، دویدویچ، میرزایف، ارانسکی، رانف، رامادین، محرران کتاب لیتوینسکی نشر روسی و مختاروف نشر تاجیکی اظهار تشکری صمیمی نموده است. باباجان غفوروف، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار یکم. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.